سلام بریم با هم یه رولت خوشمزه درست کنیم. زرده و سفیده تخم مرغمون رو از هم جدا میکنیم. به هیچ عنوان زرده نباید با سفیده قاطی بشه وگرنه سفیدمون به اندازه کافی سفت نمیشه. بعد از اون سفیدمون رو میزنیم تا از لختگی خارج بشه و بعد از اینکه از لختگی خارج شد شکرمون رو به صورت دورانی و آروم آروم بهش اضافه میکنیم و به زدن سفیده ادامه میدیم تا زمانی که مثل تصویر سفت بشه و وقتی کاسه رو برمیگردونیم نریزه. حالا وانیلمون رو به زرده اضافه میکنیم و با چنگال میزنیم و به سفیده اضافهش میکنیم. اینجا با دور کند همزن فقط در حد اینکه زرده ترکیب بشه میزنیم و بعد عسل رو اضافه میکنیم و دوباره در حد اینکه عسل با مواد ترکیب بشه میزنیم و بعد میریم سراغ مواد خشکمون. بیکینگ پودر و آردمون رو الک میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. بعد از اینکه الک کردین و به مواد اضافه کردین سعی کنین به صورت دورانی و به یک طرف مواد رو هم بزنین که پفش نخوابه و سعی کنین که مدت زمانی که هم میزنین خیلی طولانی نشه، چون اگر طولانی بشه پفش میخوابه. پس چی شد؟ زیاد هم نمیزنیم و به یک طرف هم میزنیم چون اینا خیلی تاثیر دارن روی پف خمیر رولتمون. بعد از اونم توی سینی میذاریم و به صورت یکسان همه جاش پخش میکنیم. چند بار میکوبیم رو سطح میز و میذاریم داخل فر از قبل گرم شده. بعد از اینکه از فر در آوردین میذارین روی میز، یه دستمال تمیز میکشین روش و اجازه میدین کامل خنک بشه. این یکی از اون نکته‌هاییه که مهمه و من متاسفانه چون وقت نداشتم به طور دقیق رعایتش نکردم و به همین دلیل یه مقدار خمیرم موقعی که خامه زدم ترک خورد، ولی شما حتما رعایت کنین. بعد از اینکه خنک شد اول دیوارهاشو با چاقو جدا میکنیم و بعد برعکسش میکنیم روی کاغذ دیگه و طبق تصویر اول خالی رولش میکنیم. حالا رولش که کردیم دوباره 10 دقیقه بهش استراحت میدیم و بعد بازش میکنیم و خامه میزنیم. دستور خامه هم توی شیرینی لطیفه بهتون آموزش دادم، طبق همون میتونین درستش کنین و بهش اضافه کنین. خب الان میخوایم خامه بزنیم. شما میتونین از یه قیف استفاده کنین و خامه رو خیلی کوچولو به همه سطح اضافه کنین. اینجوری به یک اندازه اضافه میشه و مرتب و احتمالاً اگر مقدار خامتون کم باشه میتونین رول‌های بیشتر، یعنی تعداد گرد شدن لایه‌های رولتتون بیشتر میشه. ولی خب من خامه زیاد زدم و تعداد رولش کمتر بود. حالا این انتخاب خودتونه که دوست دارین چه جوری درستش کنین. یه اشتباه دیگه هم که من وقت نداشتم و عجله داشتم رعایتش نکردم اینه که وقتی که میخواین کیکتون رو برگردونین روی کاغذ روغنی حتما پودر قند بپاشین که اینجوری نچسبه به کاغذ روغنیتون. بعد از اونم هر جوری که دوست داشتین میتونین روش رو تزیین کنین. من خب تزیین ساده شبیه تنه درخت سفید انجام دادم، ولی شما میتونین از ماسوره استفاده کنین، طرحهای خوشگل بزنین، میوه بذارین، هر جوری که دوست دارین. یه چیز دیگه هم که بگم اینه که روشو میتونین بذارین اول 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه و بعد دیزاین کنین. اینجوری دیزاینتون راحت‌تر و بهتر انجام میشه.